ویدیو احتمالاً مکمل فروش ها و بعضی از آنلاین شاپ ها رو خیلی ناراحت میکنه، ولی به آگاه شدن خیلی ها میارزه. سلام بچه ها، من حنام، فیزیولوژیستم و امروز قراره در مورد پودرهای پروتئینی با هم صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نشه. احتمالاً شما هم بلاگرهای زیادی رو دیدین که پودرهای پروتئین رو توی اسموتی میریزن، توی ماست میریزن، توی کیک میریزن، باش نون درست میکنن. خلاصه توی همه چیز دارن پودر پروتئین میریزن. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم از نظر علمی این پودرهای پروتئینی چه تاثیراتی روی بدن ما دارن. آیا واقعا اونقدری که میگن مفیدن یا امکان داره ساید افکت هایی داشته باشه و اینا رو به ما نمیگن؟ اکثر شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید دوستامید و میدونید بیشتر از 2 ساله که من دارم پیلاتس میکنم و خب منم مثل بقیه ورزشکارا توی یک زمانی تحت تاثیر سوشال مدیا دوست داشتم پودرهای پروتئینی مصرف بکنم برای اینکه خب عضلاتم تقویت بشه. یکم که سرچ کردم دیدم همه دارن پودر پروتئین میفروشن، یعنی داروخونه ها پودر پروتئین میفروشن، آنلاین شاپ ها میفروشن، باشگاه ها میفروشن. آقا ما تو ایران تحریمیم، پس این همه پودر پروتئین از کجا میاد؟ یه مدت بعد دیدم یه خانم دکتر داروسازی یه پستی گذاشته بود که گفته بود بیشتر محصولات اسکینکر برند خارجی مثل کلینیک و سیمپل و برندهای دیگه اینا توی ایران ساخته میشن، یعنی بسته‌بندی، اون QR کد، اون مواد، همه چیزش توی ایران ساخته میشه، تو تهران ساخته میشه و فیک اونایی که ما میخریم. یکم فکر کردم و گفتم پس ممکنه پودرهای پروتئین ما هم فیک باشه به احتمال خیلی قوی و فکر میکنم واقعا اینطور باشه. تصمیم گرفتم اگر هم میخوام پودر پروتئین بخرم ایرانی بخرم، یعنی خب حداقل یه نظارتی روی این کارخونه هست. اما بریم سراغ تحقیقاتمون. من خب یه مدت زمان زیادی خودم تحقیقات مختلف کردم، از جاهای مختلف مقالات مختلف خوندم، اما امروز میخوام برم سراغ یه مقاله از وبسایت دانشگاه هاروارد و ببینیم توی این مقاله در مورد پودرهای پروتئین به ما چی گفته. لینکش هم توی آخر ویدیو میذارم، اگه خواستید برید بخونیدش. توی این مقاله اومدم با خانم دکتر کیتی مکمینس مصاحبه کردن. ایشون یه خانم دکتریه که متخصص تغذیه است. گفته من مصرف پودر پروتئین رو به مراجعینم توصیه نمی‌کنم. اما چرا؟ ایشون 5 تا دلیل آوردن. اولیش اینه که میگن ما هنوز نمیدونیم تو دراز مدت مصرف پودرهای پروتئین چه تأثیری روی انسان داره. مقالات ضد و نقیضی هم وجود دارن که میگن مصرف پودر پروتئین وی برای کبد چرب الکلی میتونه مفید باشه یا مضر باشه، ولی هنوز مشخص نیست دقیقاً چه خبره. یعنی امسال یه مقاله میاد که میگه مفیده، سال بعد یه مقاله میاد که میگه مضره و خب خیلی وقت نیست که انسان داره از پودر پروتئین استفاده میکنه، چون کبد ارگان اصلی متابولیسم پروتئینه و از طرف دیگه یک سری از اعمال حیاتی بدن ما مثل دفع سموم بر عهده کبده و این یه مقدار ریسکیه و منم روی چیزی که ریسکش بالا سعی میکنم جهتدار نباشم و انتخاب خاصی نداشته باشم، یعنی سعی میکنم مصرف نکنم تا وقتی مشخص بشه که دقیقاً چه تأثیری میذاره، چون من موش آزمایشگاهی نیستم. مورد دومی که ایشون گفتن اینه که FDA میاد بر عهده کارخونه میذاره که مواد تشکیل دهنده پودر پروتئین رو پشت بسته‌بندی درج بکنه و ما هیچ جوری نمیتونیم بفهمیم که آیا اینا دارن راست میگن یا دروغ میگن. این یه مقدار پارانویدیه. من هم باش موافقم هم باش مخالفم. از اونجایی باش موافقم که ما واقعا نمیتونیم دقیقاً بفهمیم توی این محصولی که داریم میخریم چیا استفاده شده، ولی از اونجایی هم باش مخالفم که ما میتونیم بفرستیم آزمایشگاه و برامون آنالیز کنن. اما واقعا کی میاد همچین کاری انجام بده و آیا لازمه واقعا؟ من نمیدونم واقعا FDA نظارتی روی کارخونه ها و شرکت های تولید کننده داره یا نه. به خاطر همین میسپاریم به خودشون چون نظرشون اینه. نکته سوم اینه که بعضی از این پودرهای پروتئینی قند خیلی بالایی دارن. ببینید ما 2 جور قند داریم. قندایی که شیرینن و جزو قندها طبقه بندی میشن مثل گلوکوز، فرکتوز، سوکرالوز. اینا هم طعم شیرینی دارن، هم مثلا مینویسه که قندش مثلا این ماده است. یه سری مواد وجود دارن که قند خون ما رو خیلی بالا میبرن اما جزو قندها طبقه بندی نمیشن، مثل مالتودکسترین 2 برابر شکر قند خون ما رو بالا میبره ولی جزو نگهدارنده ها طبقه بندی میشه و از اون موادیه که تکسچر اون ماده غذایی رو حفظ میکنه و توی خیلی از مواد غذایی وجود داره. مورد چهارم اینه که پودرهای پروتئینی با بعضی از داروها تداخل دارن و جذبشون رو کم میکنن، مثلا لوودوپا.
این داروی کساییه که پارکینسون دارن و داره عضلاتشون تحلیل میره. میدونید کسی که داره عضلاتش تحلیل میره باید پودر پروتئینی مصرف بکنه، برای اینکه اون عضله سازی باید بیشتر بشه. شاید از طریق غذا نتونه اون میزان از پروتئینی که الان نیاز داره بدنش رو دریافت بکنه، ولی پودر پروتئین روی جذب داروش تاثیر میذاره و خیلی از مردم اینو رعایت نمیکنن که بین مصرف دارو و مصرف پودر پروتئینی حداقل 2-3 ساعت زمان بذارن. به خاطر همین دارویی که مصرف میکنن کم اثر میشه. مورد پنجم از همه جالب تره. یه مؤسسه‌ای اومد روی 134 تا برند مختلف پودر پروتئینی تحقیق کرد که ببینه اینا چقدر سموم مختلف توشون وجود داره. و خب ما 2 نوع پودر پروتئین داریم، پودر پروتئین گیاهی و جانوری. و دیدن اکثر برندهای پروتئین‌های گیاهی حاوی فلزات سنگینه. فلزات سنگین یعنی چی؟ جیوه، سرب، کادمیوم و آرسنیک. البته آرسنیک شبه فلزه ولی به خاطر سمی بودنش جزو فلزات سنگین طبقه بندی میشه. بچه‌ها ما فلزات سنگین رو خیلی دست کم میگیریم، ولی تو سال 2021 مسمومیت با سرب 1.5 میلیون کشته داشت، به خاطر اینکه سرب با سیستم قلبی عروقی ما تداخلات عجیبی ایجاد میکنه. در معرض کادمیوم بودن هم باعث میشه کلیه‌ها از کار بیفتن، فرد پوکی استخوان بگیره و یا عالمه سرطان‌های مختلف ایجاد میکنه. و جیوه هم وقتی وارد بدنمون میشه به سیستم قلبی عروقی و کلیه حمله میکنه و باعث میشه مثلا حافظه فرد از دست بره، بی‌حسی‌های مختلفی رو تو جای مختلف بدنش تجربه بکنه، حتی میتونه باعث بیهوشی طرف بشه. حالا شاید بپرسیم که این فلزات سنگین از کجا اومدن رفتن توی این پودرهای پروتئین گیاهی؟ فلز سبک یا سنگین باشه فرقی نمیکنه، همشون از توی زمین و خاک میان. و رفتن چک کردن، دیدن کارخونه‌ها این دونه‌های حبوبات و برنج و این چیزایی که ازشون پروتئین گیاهی استخراج میکردن رو قبل از استخراج پروتئین نمیشستن. ماده دیگه‌ای که توی اکثر پودرهای پروتئینی وجود داشت، حالا گیاهی یا جانوری، یه ماده‌ای بود به نام بیسفنول A. بیسفنول A چیه؟ این قسمت رو از رو میخونم چون حفظ کردنش برام سخت بود. میگه یه ماده‌ایه که توی ظرف‌های پلاستیکی وجود داره و باعث تداخلات هورمونی میشه و باعث میشه عملکرد هورمون‌هایی مثل استروژن مختل بشه که در ادامه این اختلال میتونه باعث بشه توی رشد جنسی و باروری فرد اختلال ایجاد بشه و سرطان پروستان و پستان و چیزای خیلی عالی دیگه ای رو میتونه در پی داشته باشه. و دیدن این بیسفنول A توی این پودرهای پروتئینی 25 برابر میزان سیف بوده. 25 برابر، نه 2 برابر، نه 3 برابر، 25 برابر میزان امن. خیلی ترسناکه، حداقل واسه من که خیلی ترسناکه. اینها دلایل این خانم متخصص بوده، اما من میخوام یه نکته رو خودم اضافه بکنم و اونم اینه که من اخیراً خیلی میبینم توی یوتیوب یا سوشال مدیای انگلیسی زبان متخصص ها دارن به مردم میگن که آقا میلنیال ها یعنی دهه 60 ها دارن بیشتر به سرطان روده مبتلا میشن تا اینکه از کمبود پروتئین توی غذاشون رنج ببرن و دارن مردم رو تشویق میکنن به خوردن فیبر بیشتر، به خوردن غذاهای کامل بیشتر. چون اگر رو راست باشیم اسم این ماده روشه مکمل پروتئینی، یعنی برای کسایی که نمیتونن از طریق غذا خوردن بیان مواد مورد نیاز بدنشون رو جذب بکنن از طریق گوشت و سبزیجات و کربوهیدرات و اینا، بیان اون مواد مغذی بدنشون رو جذب بکنن. برای مثلا بیمارایی که دچار تحلیل عضلاتن، نه آدم سالمی که میتونه بره باشگاه، میتونه بیاد غذای کامل بخوره و مواد مورد نیاز بدنش رو از اون غذای کامل دریافت بکنه. حالا البته ما هنوز مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی نشدیم که هر یوتیوبر و اینفلوئنسری برند مکمل‌های پروتئینی و غیر پروتئینی خودش رو داشته باشه، اما این ویدیو واسه این بود که این سمت قضیه رو هم ببینیم که حداقل بدونیم اونطوری که سوشال مدیا یک چیزایی رو برای ما گلوریفای و زیبا میکنه ممکنه نباشه. همه یه ماجرا این نیست. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید و حتما بفرستیدش برای اون دوست ورزشکارتون، شاید بهش نیاز داشته باشه. و راستی یادتون نره که حتما نظراتتون رو در مورد این ویدیو برای من تو کامنت بنویسین. روز خوبی داشته باشید. خدافظ.